کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید بیناهای نوساخت مجمعه لیژرانی سفید دره در ناحیه ورزاب در پی لغزش خاک آسیب دیدند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان گفت بیناهای نوساخت این مجمع که زمستان امسال به استفاده داده شده‌اند در نتیجه لغزش خاک قسما فرو رفتند. از اکسپرتیز دولتی گذشتگی نبود اون پروژه. هم با لغزش شدگی همونجا با خیلی غزر همون اصلاح کرده ایستادن معین کردن اما سبب پوشه بعد این من ساختمان میرن. با تاکید رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان این حال در موضع سفید دره کارهای برقرارسازی ادامه دارند و تا موسم نو لیژرانی این مجمع به پذیرایی سیاحان آماده می شود. شرکت سفید دره زمستان امسال این مجمعه لیژرانی را پس از یک دوره بازسازی به استفاده داد. شرکت با خرج 80 میلیون سومانی خط نوی هوایی، راهچه روان برای بالا برآمدن، میدانچه یخمالک بازی و 2 بینای نوی خدمت رسانی معیشی را بنیاد کرد. شرکت سفید دره این مجمعه لیژرانی را در سال 2015 با قیمت 1,925,000 سومانی از دولت خریده بود.